بینندگان عزیز سلام، خوش آمدید به نشر نوبتی برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی. امروز 6 دکبر است و چون همیشه نخست از سرخط موضوعات شروع میکنیم. با روسیه راه نمیدهند، در وطن کار میجوییم. سرنوشت مهاجرانی که حق سفر به روسیه را ندارند. وقتی که موجی فروما کوسپاش شده است، اخراج شده است، ما همون نامبی کارهای پیشنهاد کردیم برای کارخانه. $1 برابر به 103 روبل پایین‌شوی پول روسی ثمره زحمت مهاجران را ناچیز میکند. هفته گذشته ایالات متحده آمریکا در مقابل 52 بانک دیگر روسیه و از جمله گازپروم تحریم اعلام کرد. و باغداران در ولایت ختلان میگویند حاصل خوبی سیب باعث شده است که نرخ آن ارزان شود. امسال سیب کم در بسیارتر گرفته، سیب میدگیش سیب خیلی ارزان‌تر دادیم. اما شروع میکنیم از آن که از سال نو 2025 در ولایت توری روسیه مهاجران حق کار در 82 ساحه را نخواهند داشت. این محدودیت از جمله به بخش‌های مربوط به واسطه‌های نقلیات، معارف و تندرستی، سودای چکنه و یک لخت خدمات اجتماعی و معماری و خواجگی جنگل داخل دارد. ولی ولایت گفته است این تشبوس به خاطر با جای کار تامین کردن شهروندان روسیه گرفته شده است. ضمناً به دومای دولتی تحریک قانون وارد گردید که طبق آن کارفرمایان موظف می شوند اول شهروندان روسیه و تنها بعد آنها مهاجران را به کار قبول کنند. یکی از تشبسکاران لایحه قانون رئیس LDPR لیونید سلوتسکی اصرار می‌ورزد که به دلیل مهاجران هزاران نفر شهروندان روسیه بیکار و بی معاش مناسب ماندند. در ادامه موضوع مهاجرت، نمایندگان وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان خبر دادند که در 10 ماه امسال 17,000 مهاجر تاجیک از شهرهای روسیه دپورت شدند. این نهاد گفت که با اکثر آنها در فرودگاه‌ها ملاقات کرده کسب آموزی و به شغل فرا گرفتن را پیشنهاد نمودند. اما گفته می شود شماره آنهایی که اخراج شدند یا بعد مشکل کار در روسیه برگشتند بیشتر از این بوده است. ادامه موضوع در گزارش علیشیر ظریفی. تیمور علیف جوانی از شهر باختر قبلا مهاجر مهنتی بود، اما حالا مشکلات مهاجران تاجیک را از دور توسط شبکه‌های اجتماعی می‌بیند و در صحبت با دوستان مهاجرش می‌شنود. او دپورت نشده است، ولی با دیدن آزار و اذیت مهاجران تاجیک در شهرهای روسیه تصمیم گرفت به تاجیکستان برگردد و در اینجا به مردکاری مشغول شود. تیمور میگوید نیت ندارد به روسیه رود. اونجا شهر مردم است که هم دکمنت قیمتی دیگه هم دیدستم نوارایی که در اینترنت در استرویکو زده و مثال کشوله کرده برآورده مثال چند ساعت و قپیده روزا مثال در عدلا میستن چیم همون عذاب بازی همین وطن در برگشتگیشون خوبه. با فرق از تیمور که به زادگاهش برگشته است، ده‌ها مهاجر دیگر در شهرهای روسیه عذاب و اذیت را تحمل میکنند تا روزگار خود را تامین نمایند. همچنین صدها مهاجر دیگر تاجیک از قلمرو روسیه اخراج شدند. در یک محفل ژورنالیستیکای اقتصادی با نام توازن که در شهر دوشنبه برگزار شد، مشکلات مهاجران بیکار بعد از بازگشت یا اخراج از روسیه بررسی گردید. نمایندگان وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی اظهار داشتند که در 10 ماه سال جاری 17,000 مهاجر تاجیک از شهرهای روسیه دپورت شدند. در همین کارگاه ما عموما از همین 17,000 نفر ما توانستیم که حتی مجبور شدیم که با نماینده خدمات مهاجرت کارمنده وزارت کار کسی ما در آیرپورت و در فرودگاه‌ها نامبردار ماندیم. چه نامبردار؟ ما کارمند ما را بوکلت تصویب کردیم تشویقاتی. مثلا وقتی که مهاجر فروما کوسپاش شده است، اخراج شده است، ما همون نامبری کارهای پیشنهاد کردیم برای فلان کارخانه برای وکانسی ما. دو فلان مرکزها داریم، من خیلی نمودی کسب آموزی داریم. آمار مهاجران دپورت شده در فرودگاه دوشنبه، خوجند، کلاب و باختر ثبت شده، اما احتمال می رود که این رقم باز هم بیشتر باشد. وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اهالی تا امروز 1350 نفر مهاجر اخراج شده را به کارهای مختلف جلب کرده، بیش از 500 نفر را برای کسب آموزی فرا گرفته است. اما اکثر مهاجران تاجیک بدون کسب یا مهارت خاص به بازار کار روسیه می روند. صفت کسبی مهاجران مهنتی که این یکی از عامل‌هایی میباشد که برای بلند برداشتن حفظ اجتماعی مهاجران مهنتی و عموماً تامین مهنت مناسب، مهنت ارزنده بین آنها تامین میکنند. لیکن متاسفانه همین آمادگی مردم ما با مهاجرت مهنتی در سطح پس قرار دارد.
یعنی ما میدانیم که یک قسم مردم مثال در داخل کشور شغل پرمحصول یافته نمیتونن با محصول و به خارج میرن و به این آمادگی نمیبینن. این متاسفانه یکی از پرابلم های به فکر من مشکل هایی که در ساحه معارف باید حل خودش بیابد. یعنی ما در سنف‌های بالایی مکتب‌های میانه باید که مخصوص کورس‌های باشد برای آمادگی جوانان به وارد شدن به بازار مهنت. بیکاری یا کار با معاش کم یکی از مشکلات اساسی جامعه تاجیکستان است که هزاران نفر را به مهاجرت مجبور می‌کند. طبق امور رسمی مقامات روسیه، حالا بیش از 1 میلیون شهروند تاجیکستان در این کشور کار و زندگی دارند. هزاران نفر با مقصد درآمد بیشتر به آمریکا سفر می‌کنند. گروهی از مهاجران تاجیک نیز در قزاقستان، اروپا و کره جنوبی زندگی و کار می‌کنند. در این بین بی‌قرب‌شوی نظررس روبل روسی در هفته‌های اخیر به کیسه مردم زیاد از جمله بازنشستگان روسیه ضربه می‌زند. این روند که بعد اعلان تحریم ایلوگی آمریکا در مقابل چند بانک روسیه مقدار گشته است، هشدار دیگری به اقتصاد در حال جنگ قرار داشته روسیه میباشد. با نظر داشتی این وضع، سازمان‌های بین‌المللی مالی پیش بینی می‌کنند که سال آینده رشد اقتصادی روسیه به قدر کافی ضعیف‌تر می‌گردد. جزئیات بیشتر در گزارشی همکارم میرزا نبی خالقزاد. برای بازنشستگان روسیه که نفقهشون از $200 کمتر می باشد، خریدن محصولات نیاز اول به مانند تخم و کارتوشکا یا مسکه هیچگاه آسان نبود. ولی بی‌قرب‌شوی با سرعت روبل روسی در هفته آخر نگرانی‌های آنها را به مراتب بیشتر کرد. همه چیز به خصوص مسکه، میوه و سبزیجات گران شده است. کارتوشکا و کرم هم خیلی گران است. این مواد ضروری است. ولی امروز بادرینگ ارزان بود. کیلویش 45 روبل. نرخ 800 گرم مرجمک باشد 32 روبل شده است. البته به همه چیز توجه میکنیم. هر صبح باید مسکه خوریم. بینید چی میخریم؟ شیر، پنیر، حسیب و تخم. و انا میبینید که 1500 روبل رفت. این خیلی گران است و سببش هم معلوم نیست. نرخ همه چیز و از جمله تخم و مسکه تخمینا 50% بالا رفته است. اصلا همه چیز گران شده است. تقریباً 3 سال پیش وقتی ارتش کرمل به خاک اوکراین تجاوز نموده روسیه با تحریم‌های بین المللی روبرو شد، بسیاری‌ها انتظار داشتند که اقتصادیان به فشار تاب نمی‌آورند، ولی تخمین‌ها خطا برآمدند. سرمایه‌گذاری‌های سرشار حکومت روسیه به اقتصاد باعث رشد آن شدند. صندوق بین المللی پول پیش بینی می‌کند که امسال تولید ناخالص ملی روسیه به 3.6% برابر خواهد بود. اما مشکل دیگری که در این روند ظهور نموده است تورم می باشد. ماه سپتامبر $1 آمریکایی 85 روبل روسی بود. 5 دکبر $1 آمریکا تا 103 روبل و یورو به 113 روبل روسی پایین شده بود. بانک ملی روسیه تصدیق می کند که تحریم اخیر به قرب روبل تأثیر منفی گذاشت، ولی این اداره تصمیم دارد از حساب بلند بردن میزان بازبدهی بانک‌ها که حاضر بیش از 20% بوده تا آخر سال باز بلندتر خواهد شد، روبل را در مقابل اسعار خارجی استوار کند. تابستان بیرژه اسعار روسیه با تحریم مواجه شد. هفته گذشته ایالات متحده آمریکا در مقابل 52 بانک دیگر روسیه و از جمله گازپروم بانک تحریم اعلان کرد. حوادث هفته گذشته باعث نااستوار شدن بازار تبادل اسعار شد. بی‌قرب‌شوی روبل روسی را عادتاً در نوبت اول مهاجران کاری و عائله‌های آنها حس می‌کنند. وقتی که ما کار میکردیم 700,000 گرفتیم آوردیم، در همون حالت کورس میانه بودک ده 135 سومونی بود، حاضر 100 سومونی شده ده. اون وقت میدان نکردیم پشیمون شدیم ده. حاضر زحمت کشیدن در روسیه، زحمت کشیدن، مهنت کردن، قریب فایدهش خیلی کم است ده. برای چی که حاضر پاتین قیمت شدگی، رجیستراسیا قیمت شدگی، کورس روبل پایان فرامدگی. ولی صندوق بین المللی پول هم با اشاره به میزان بلند تورم به بالاروی نظررس خراجات نظامی روسیه که سال آینده به طور ریکوردی 30% بالا رفته به 145 میلیارد دلار میرسد، پیش بینی میکند که رشد اقتصاد روسیه خیلی ضعیفتر خواهد شد. بینندگان عزیز، آیا بی‌قرب‌شوی روبل روسی به شما چه تاثیر رساند؟ به ما نویسید.
شما برنامه اخباری رادیو آزادی رو تماشا دارید. در ولایت ختلان امسال درختان سیب حاصل خوب دادند، اما با گفته باغداران از این فراوانی آنها فایده زیاد نمیبینند، زیرا نرخ میوه پایین میرود. ناراحتی دیگری آنها این است که نمیتوانند حاصل به دست آمده را به خارج کشور صادرات کنند. نگرانی باغداران ختلانی در حالی است که ساکنان تاجیکستان پیوسته از گرانی قیمت میوه‌جات داخلی در بازارهای کشور شکایت میکنند. محمود جان رحمتزاده گزارش میدهد. در این خانه رحیم پولولوف ساکن دهه داغستان 3 تن سیب سرخ را ذخیره کرده است. و امسال از 1 هکتار باغش 10 تن سیب گرفت. 7 تن آن را از سر باغش تاجران با نرخ 1 سوم و 70 درم برای 1 کیلو خریدند. اما حاصل فراوان نرخ سیب را پایین آورد. اگه سالهای گذشته سیب قیمت‌تر می‌گرفتند، سیب کتابت، سیب مثال چی بود؟ نظم با امسال سیب خوب بود. امسال سیب کم داد، بسیارتر گرفته. سیب میدگیش سیب خیلی ارزان‌تر دادیم. دهه داغستان در کنار مرکز ناحیه شمس‌الدین شاهین جایگیر و با سیب‌هایش مشهور است. اینجا خانواده نیست که در باغش تا 3 نوع سیب نداشته باشد. سیب سمیرینکو، تیلویی و سرخ هستند. هر نوع این سیب داغستان خریداری خود را دارد. ما سیبی که با فروش برآوردیم 3 سومونی کالم 3 سومونی سودا کردیم. 2 تونایگه ذخیره کردگیم که بعدا با فروش میبریم. فایده بعد از همین سیبی که میبینین از участке نزد حوالیگی و تریتور فرمام در باغچه دارم، ایام بعد دست آوردگیم. چیندیم، دستچین کردیم، ذخیره کردگیم. باغداران امسال سیبچینی را پیش از وقت آغاز کرده اند. سالهای گذشته سیب تا اولهای دکبر در شاخ درختان نگه داشته میشد. باغ پروران شتابان چیدن سیب را به تغییریابی اقلیم پیوند میدهند. ناحیه شمس‌الدین شاهین یک ناحیه کوهی بوده، بیشتری ساکنانش به پرورش سیب مشغول هستند. در این جایی که حالا شما میبینید 3 تن سیب ذخیره کرده شده است. صاحب این خانه میگوید که آنها تا سال نو این سیب را به فروش میبرند. دهقانان 1 کیلو سیب را از خانه از 1 تا 3 سومونی به سودا گذاشته اند. حالا در بازار کلوب 3 کیلو سیب با نوعهایش تا 10 سومونی فروخته می شود. باغداران میگویند فایده اساسی را نه آنها بلکه تاجران و میانه روها به دست میارند. برخی از آنها مقدار از سیب را برای دوره نگه میدارند که نرخ بالا رود. اما میگویند به گران شدن آن چندان امیدوار نیستند. و بیرون کشور صادر کردن این میوه برای ساکنان دهه کار دست نارس است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، دهه داغستانی ناحیه شمس‌الدین شاهین. و جشن قدیمی مهرگان که 15 سال باز در تاجیکستان رسما تسجیل می شود به فهرست میراث فرهنگی غیر مادی یونسکو وارد شده است. این تصمیم را روز 4 دکبر در جلسه 19 کمیته بین دولتی حفظ میراث فرهنگ غیر مادی در پاراگوای اعلام کردند. جشن مهرگان در تاجیکستان هر سال در یکشنبه 3 ماه اکتبر برگزار می شود. اینچنین هنری ساختن و نواختن رباب همچون میراث مشترک فرهنگی غیر مادی افغانستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان در یونسکو ثبت نام گردید. دوستان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم انجام یافت. تشکر از یک شما که تا پایان برنامه ما را تماشا کردید. البته خبرهای از این بیشتر را چون همیشه در وبسایت azadi.org و همین گونه صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، ایکس و تلگرام، تیک تاک و یوتیوب دسترس کرده میتوانید. در 2 روز آینده برای شما عزیزان استراحت خوب می‌خواهیم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهبان هر یک شما باشد.